امروز با یه ویدیو جدید اومدم که یه چیز خیلی جالب بهتون یاد بدم که دیگه تختاتونو مثل همیشه نذارین. ولی قبلش خوشحال میشم اگر ویدیو خوشتون اومد حمایت کنید، لایک و سابم فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. یه چیز دیگه، چون سابمون بالا رفته منتظر قربونی کردن گوسفندای بیشتری باشید. بلاکا رو دقیقا اینه من بکنین، داخلشو با گلوستون پر کنید، بعد روش بنر بذارید، بعد پشت بنر رو اینه من پله بذارید، بعد بغل همین پله ها رو یه پله های دیگه بذارید. پله های پشتی رو هر رنگی که دوست داشته باشید میتونید بذارید. اسلوا رو دقیقا اینه من بچینید. حالا مونده دیزاینش. من 2 تا لنترن استفاده کردم. بعد میتونید تختا رو بذارین، دور تختا رو با کارپت بپوشونین. بعدش نسبت به سلیقتون هر برگی که دوست داشتین استفاده کنین. این هم نتیجه کار. اگه خوشتون اومد خوشحال میشم حمایت کنید، لایک و سابم فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، بای بای.